بلیلان بر مردم بگذره میشه 9000 از 8000 7000 6000 5000 در بازار از ای خو 11 و 12 بای میکنن تا 8000 9000 کم نمیفروشن. ما میتیم برشان 7000 نه 6000. $11,000 $12,000 پیرن ما برشان هفتینی میگم 500 دیگه شم خیر فرق نمیکنه 7000. باز یک تخفیف دیگه برشان میتیم یک چادر و یک کلاه برشان میتیم. به نام خداوند بخشاینده و بین‌هایت مهربان. سلام و درود خدمت یک شما وطن‌های عزیزم. انشالله که هر کجای کسین جور و صحت و سلامت باشین. تمنا امیری هستم، شما را خوش آمدید میگم به یک برنامه زیبای دیگر ما که امروز من خواستم که باز هم یک لباس بسیار مقبول و همچنان لباس فرهنگی کشور ما را امروز باز هم که به معرفی بگیرم. من فعلا در یک از فروشگاه های کابل هستم، فروشگاه رابی سنتر، منزل سوم است فکر کنم. اینجا هستیم تا یک دیدن بکنیم و همچنان برای شما وطن عزیز لباس های گند افغانی بسیار مقبول را باز هم امروز به معرفی بگیریم. پس چی خوب است بریم داخل و همراه مسئول هم اینجا صحبت داشته باشیم در مورد از لباس های مقبول، ببینیم که قیمتشان چند است و همچنان این لباس های مقبول به چند رنگ هستند، خصوصا برای شما دختر خانمایی که میخواین از این لباس های مقبول و گند افغانی به تن بکنین. دیگه فکر کنم که بیادرم عزیزم هم داخل باشن، میخوایم روشون صحبت ها را داشته باشیم. سلام علیکم. شما خوب هستین؟ صحت خوب است؟ اجازه خاص ما داخل دکانتان آمدیم. بفرمایید یک معرفی داشته باشین. مسعود هستیم، یک تن از دکاندارای کودسنگی رابی سنتر. بسیار عالی. خب مسعود جان عزیز، چی خوب است که در ابتدا در مورد از لباس‌های گند افغانی که نام خدا دیگه می دکان لباس گند افغانی می باشه، چی خوب است که بر ما به معرفی بگیرین که ما میخوایم از اول از لباس بسیار مقبول که رنگ سبز است. بله، زنگولی میگن، سبز میگن که بسیار یک دیزاین مقبول داره. میشه که در مورد طراحی از لباس بر ما بگین. خودتون هم اگه بفرمایید این طرف استاد شوین. لباس ما بخمل است، یخنش کار دستی است، قرص میگن قرص اندی، این گراف است، این مالا کسی پرزجات از این از پاکستان میه، این گراف پاکستانی است، ایشم کار اندی است، این چرمه دوزی است که چرمه قرص گراف باز قرص جور شده. پیرن ماکسی دراز است. باز از این کوتاهشون داریم با رنگ بندی 6 رنگ یا 7 رنگ داره. رنگ جیگری داره، رنگ سرخ اناری داره، رنگ سبز روشن‌تر داره، از اینکه ده سیاه داره، سرمه‌ای رنگ داره. خب و همچنان در مورد ازمی قیمت ازی برای ما بگین. قیمت ازی خو در مجموع 9000 10000 است در بازار. ما خیال یک شوخی کنیم مثل آقای صاحب سخا میشه که بلیلان بر مردم بگذره میشه 9000 از 8000 7000 6000 5000 لباس براتون. یعنی مسعود جان عزیز گفت که در یک لباس تخفیف. یعنی گفت که ما قرار است که لباس هایی که در این دکان است کم کم قیمتش کمتر بگویم لیلام میکنم. از ما باز 100% است. سبا اگر بیاین مشکل نیست، شما اینجا شارت چه گرفتن میتونین. از ما تولیدی 6 جور نخرات کار میکنن، روز 2 جوره بدوزن 12 جوره میشه. یعنی جا کلش تولیدی هست. باز میتونه سبا کسی کدام مشتری به ما بگیم فروختش کاش دیروز میمدی هر ساعت بیان ما خدمتشون. یعنی دل دختر خانمای عزیز جمع باشن که هر وقتی که بیاین مسعود جان عزیز برشون تخفیف هم میته، همون لباس را که خوش میکنن همون دیگه در خدمتشون هست میتونن خریداری بکنن. از این لباسا باز کوتاهشون از طرحهای زیاد داره. و همچنان دختر خانما که زیادتر خصوصا می هم سن سال خودم که باشه زیادتر علاقمند لباسایی است که کوتاه باشن. چه خوب است که در مورد زمین لباس بر ما بگین. یک دونه نو تیار شده است از خیاطی کشیدش. به آستینای ازیم بسیار هم تو کلان می باشن. بله پیرن کوچی است، پیرنای کوچی آستین کلان باید داشته باشه. این آستینایش است. پیرنکم 6 رنگ داره. 6 رنگ داره، 5 6 دیزاین داره. این هم در خدمت هموطنان عزیز است. قیمتش 7000 8000 است، یکی و خلاص 5000.
5000 این دیگه همراه تنبان بسیار دیگه. ارزان کردن و همچنان کرایه هم میتونه از این لباس ها یا فقط برای فروش است؟ نه فقط اینجا برای فروش است، کرایه فعلا نداریم. دکان ما احمدی مارکت بود، تو جسق سوختک، باز بعد از دیگه کرایه خلاص شد بند کردیم. یعنی فعلا تمام لباس هایی که اینجا است تولیدی فقط میفروشین؟ 2-3 دانه مشتری داریم که یکیش جاویجان نام داره، ایران است، بر از او هم روان میکنیم. باز کرایه نمیشه که کرایه رو برشان روان کنیم، اونجا نمیخره، کس کرایه هم نمیگیره. و قسمی که خودتان یادآور شدین لباس هایی که اینجا هست، خودتان در اینجا این لباس ها را آماده میکنین برای فروش و فکر کنم در اونجا هم دوستای عزیز، چون فکر کنم که تاریک هم هست، یک ذره کامرامین عزیز ما لطف کنین بیاین که اینجا ماشینا هست، بیادرای عزیز ما هست، همین لباس ها دیگه در اینجا دوخته میشه. بله این ماشینا تولید میشه. این کلش لباسایی است که نو تیار شده. بسیار عالی، بسیار عالی که لباسایی که شما در تصویر بیننده بودین این لباسای مقبول همینجا آماده میشه، دوخته میشه. دیگه مسعود جانم چی خوب است که امروز ما بیایم این لباسا را به معرفی بگیره. بیارم ما براتون یگان چیزایش نشون میتونم. توی یخنش جلوتر میه. این یخن است. این چند کیفیت دوخته میشه لباس افغانی. این پیرنای ما که است چرمه تیار میه. این یا خودشون چرمه در خودشون دوخت میشه. چرمه هست که در خودش دوخت شده. دیگه اینی این چرمه تیار که برات میگم این از این چرمه است. اینی چرمه است اینجا که برنگای مختلف. یا یه قرص اندی که براتون یادآوری کردم یا از این میه. اینی چادر است، یخن است، هر چیز پرزجاتش تولید در خود ملک نیست، از بیرون از کشورها میه، اینجا فقط آماده کاری میشه. اگر یک کسی که هینی می دامن نه از اینجا جور کنه برای خانماست چرمه میروزه میره دختر میتونه اینجا برایشان طویل بیتی. اینمی یک دامن 5 متر شاید 15 گوت چرمه مصرف شه 3000 2500 تمام میشه. اما کی از پاکستان میه این 12 صد افغانی است. یعنی ارزان تر تمام میشه. 12 صد افغانی است. اگر برای خانم‌ها طویل بیتی که بدوزه همین چیز دختر میتونه از که شاید خوبتر بتونن بهتر بتونن، اما او 2500 میشه. باز مشتری خال وضع اقتصاد یک کم ضعیفتر است، باز مشتری نمیتونه بخرن. خب یعنی شما می چرمه گفتین اینا را از پاکستان میارین و همچنان اینجا بیادرای از ما میدوزن. بله. آها اوکی. از ما کار تولیدی هست. بسیار عالی. و همچنان اینش کسی این بازی جور میشه. این خانم‌ها میدوزن. این مورد دوزی شده رویش. این یخنای دستی قدیمی است که از پیرنای قدیمی پیرنای کوچی خطا داده میشه، کنده میشه، پس در دیگه پیرن نو که جور میکنی مورد دوزی است. اینی کار دست است، مردم غزنی ما ایره جور میکنه. به بسیار عالی. آی کار دست است. این یا یخنای چرمه است. این تنها بالاتن است. زیاد دختر خانم‌ها دوست داره که امرای پرلون بپوشن یا بالاتن است. اینی کار دستی است. این مردم غزنی جور میکنه. این به شکل فکر کنم یک بلیز است که میتونن همراه پتلون ایره کسایی که علاقمندشان هستن در محافل عروسی، در محافل خوشی، در سالگرد یا تولد باشن که ساخت وطن است، میتونن استفاده کنن که بسیار یک زیب مقبول با چند رنگ بسیار مقبول می باشه. و همچنان آستینای از این بسیار کلان می باشه که آینه های از این بسیاری لباس مقبول ساخته. و همچنان میشه که در مورد قیمت از این بگوین بیادر از قیمت از این خود در مجموع 3000 و 3500 است. خود تخفیف میمونه میشه 2000 بالاتنه 2000. این سرشانه‌ای داره، یک جور سرشانه‌ای شه بری سرشانه‌ای و یک کمربندم داره یا فعلا زیر کار است. بازی کارهای خردکاریشه اینجا خانم‌هاست برشان میته میوایش میدوزن. خیلی اگرش اینو سرشانه‌ایش است. ایده سرشانه‌ایش میشه. سرشانه‌ای داره و همچنان هم کمربندم داره. از این لباس گند افغانی بگیم یا بلیز بگیم و چند رنگ است و چند دیزاین مختلف است؟ از این در تکه گلنگار است، در تکه گل بخمل است، در خود بخمل است، تکه بنارس است. از خود اینی 6 رنگ است. باز این 6 دیزاین داره، هر کدامش 5 رنگ 6 رنگ داره. او سرشانه مثل از این میشه. در هر دو شانش؟ در قسمت شانهش میتونن که از این کار بکنن، از این مراک بسیار بر دیزاینش نقش داره. این پیرنای قدیمی است. تکای قدیمی است اما ما نو جورش کردیم. این پیرنا را زیادتر خوش میکنن. تکه شاید از عمر از تکه حال ما بگیم 50 سال شاید گفتن دیگه مبالغه کرد. 20 سال شاید 30 سال شاید 50 سال شاید. این تکایی است که دمی
قریا و ددیاتا و اینجا جمع میکنه، دکاندارا جمع میکنه، باز ما زوا میخریم. این فعلا نیافت نمیشه. خودش که توپکیش در دکان باشه که از کدام کشور بره نیست. این تو 5 متر 6 متر 10 متر می باشه که جمع میکنن از قریا، باز ما از بسیار یک دیزاین مقبول، یک چیز بسیار ظریف است و همچنان همچنان میشه که یخن براتون نشون دادم. یخن موریده این از اون یخن است، بسیار مقبول. و همچنان در مورد همین تیکه‌ای که گفتین که هم بسیار قدیمی است و هم فعلا پیدا نمیشه، در این مورد میشه بر ما بگوین تیکه از کدام تیکه است؟ این بخملای آبچکان میگه که در ریش گلدوزی شده. این میشه تیکه پیدا میشه، تیکه سادهش که بتیده گلدوز بدوزه، اما 3-4 هزار تنها از گلدوزی از این میگیره. بازو زیادتر میشه، نرخش 6 متر تیکهش بگیریم از 400 روپیه، 1.5 روپیه 5.5 هزار تنها تیکه یک پیرن میشه. بازی که قدیمی از پیدا میکنن از قریا و از دیاتا، این باز نسبتا ارزان تر میه. یا تیکه نه واسه یا استفاده شدگی از پیرنا نیست، تیکایی است که پیش خانمای قریا 5 متر 10 متر پیشون مونده، بازی مردم از میره که امی کاسا و چیزایی که میرن میفروشن تبدیل میکنن میارن بازیش سرمایه را میفروشن. و قیمت از این لباس چند است؟ این لباس این خب 5 متر دامن داشت، این قیمتش خب بالاتر از 6000. برای دختر خانمایی که علاقمند لباسای گند افغانی هستن، چون فعلا الان یک قسم شده که مردم زیاد علاقمند لباسای گند افغانی شدن، چی در عروسی باشه چی در محافل خوشی باشن، یک مناسبت باشه، زیادتر از لباسای گند افغانی استفاده میکنن دیگه. اینا خودتونم که بر تخفیف میتین که ان شاء الله میتونن از اینجا بیاین و خرید کنن. و همچنین یک سوال دیگه نگفتنمونه که اگر دختر خانمایی که مثلا یک دیزاین پیدا میکنن خودشون اینجا بیاره براتون نشون بده، به میل دلشون میدوزین؟ هیچ مشکل نیست، فرمایششون پذیرفته میشه، در خدمتشون هستیم. و لباسایی که اینجا هست فقط در خود کابل به فروش میرسانین، به ولایات یا خارج از کشور ارسال میکنین؟ زیادش حال خود کابل بازار درست نیست، زیادش ایران از ایران باز اونجا دکان هست، زیاد این محفل هم کالا میشه. خب برای ما و شما معلوم است که در ایران مردم محفل میگیره، زیادترش ایران میره، باز از ایران روان میکنن اگان طرف دیگه. ما مشتری داریم که ایران میبره، باز از ایران طرف اروپا روان میکنه. خود کابل خوب بازار درست نیست دیگه، خصوصا این وقت زمستان نه عروسی سه چیزی نیست که کسی بیای بخره. انشالله که بعد از این هوام در این روزا کم کم گرم شده، انشالله که کاروبار شما بهتر شد و همچنین محافل عروسی که شود دیگه کاروبار شما بهتر میشه، چون معمولا این لباس ها را دختر خانمای عزیز در محافل عروسی زیادتر میبرن و میپوشن که بسیار واقعا یک لباسای بسیار مقبول است. و همچنین مسعود جان عزیز که اگه یادآور شد که امی منزل که زیادتر لباسای گند افغانی است، که فکر میکنم همین منزل که است که لباسای گند افغانی زیادتر مربوط شما میشه. پس چه خوب است که بریم در بخشای دیگه هم اگر اجازه مشکل نیست بفرمایید. از این دروازه بریم یا از دروازه است کدامش نزدیکتر میفتن؟ بریم. چی خوب است که امو دکانام بریم. خب دوستای عزیز، ما از دکان اینجا آمدیم چون هر دکانی که ما میریم واقعا اینجا کلا لباسای گند افغانی بسیار بسیار مقبول است. قسمی که شما در تصویرم بیننده هستین دیگه، اینجا واقعا لباسای مقبول با رنگ‌های بسیار متفاوت و همچنان دیزاین‌های بسیار مختلف دیگه هم هست. و همچنان ما می‌خوایم فعلا اگه اجازه مسعود جان بیادر از ما باشن، همین لباسی که واقعا رنگش بسیار مقبول است که از اول توجه من جلب کرد، ما می‌خوایم اون طرف برم که تصویر بر شما وطنایزم داشته باشیم. یک لباس است که واقعا بسیار مقبول و همچنان رنگش هم متفاوت، دیزاینش متفاوت میشه که در مورد از این لباس طراحیش، رنگش و همچنان قیمتش بر ما بگین. این لباس ما که است که گل بخمل هندی است، چرمه کار دست است، شیشه کاری هم شده در چرمش و قرصش قرص هندی است، یخنش بلوچی میگن، یخن بلوچی است. رنگش هم رنگ گلابی است که زیاد خوش میکنن دختر خانم‌ها، زیادتر را خوش دارن. نیره باز امرای تنبان تو گیبینه، امرای تنبان چاز دوست دارنی نیمه ماکسیسته تا بند پای میشه، قد گودی کم بلندتر است. و این لباس هم که فری سایز می باشه؟ بله، پشتش کمربند داره، فری سایز است، از کمر 36 و 37 تا 42 جرمه. و همچنین در مورد قیمتش بر ما بگین. قیمت از این 8000 است. 8000. بله. قیمتش زیادتر است. خب ما اول برات گفتم مقدار زیادش چی کنیم که 12 13 و این باز 8000 است براتون. 8000. این لباس هم تخفیف میتین یا خیر؟ خب خیره، به خاطر شما 7000، به خاطر برادر ما
6000 است 6000. کامرامین. اوکی. نه به خاطر ما کم نکردم. بسیار عالی، بسیار عالی. واقعا که یک لباس بسیار مقبول است و همچنان قسمی که بیادر از ما گفتن چونی گودی که است بسیار قدش بلند است و اگه دختر خانوما بطن کنن تا به این منطقهشون میشه. تا قسمت نو بند پای را میشه چون و قسمی که میبینین امی شلوار از این برنگ سبز می باشه که بسیار همتون مقبول معلوم میشه و همچنان رنگ از این بسیار یک لباس مقبول است. این منطقه شو را طراحی کردیم. این گلکوک است سبز پسته‌ای به خاطر چون این قسمتاش سبز است و رنگ از این قسمت هم سبز می باشه. واقعا در این لباس چندین رنگ ترکیب شده و بسیار یک دیزاین خاص و بسیار یک چیز مقبول و زیبای طراحی شده. و این لباس که از چادر هم داره یا خیر؟ چادرش چی رنگ است؟ او خوش کس است که چی رنگ میخواه. داستین از این رنگ زردم کار شده، لاجوردی هم کار شده، گلابی رنگ خودشم، رنگ تنبانشم. و باز میتونن بجز از چادر کلاه بخواین برشون کلاه میتیم. کلاهش هست فعلا اینجا یا که در حال آماده شدن است؟ و بسیار اموت یک کلاه مقبول و زیبا. پیش روی خودم بپوشن، پشت سرم روی خودم بپوشن. در مورد از این کلاه بگوینی هم دیزاینش همینجا انجام شده توسط خانم‌ها جور میکنه. بله. این خانم‌ها موردوزیش میکنن. سر از این موردوزی کردن. این موردوزی هست، موردوزی و چیزایش اینجا خانم‌ها میکنن. و از همین کلاه است رنگ‌های متفاوت است، فرق نمیکنه. این سفید کار است، از این زرد کارش هم است که برنگ چرمی از او است. ایو میشه باز کسی را دوست داره این زرد داره برنگ چرمیش. دو پیرن هم سفید و زرد کار شده. یعنی سفید داره زرد داره چی بازی میشه باز اگه کسی بخواد که برنگ خود ازی باشه مشکل نیست. و همچنان ما میخوایم یک لباس دیگر همچنان اینجا به معرفی بگیرم. یک لباسی که او قسمت است اگه کامرامین از ما لطف کنن که بسیار یک دیزاینش متفاوت است و همچنان یک رنگ بسیار مقبول که دختر خانم‌ها معمولا زیادتر به نظر من شخصا رنگ سرخ یا رنگ سبز انتخاب میکنه. چطور مسعود جان؟ زیادتر رنگ پسته‌ای است زیاد خوش میکنه. رنگ پسته‌ای را زیادتر خوش میکنه دختر خانم. پس چی خوب است که در مورد دیزاین از این لباس هم برای ما بگی و برای هموطنای زمان به معرفی بگیری که ما این طرف بیاییم که در تصویر بر شما هموطنایزم داشته باشیم. این لباس در مورد طراحیش بر ما بگین. این لباس ما تکه گلبخمل اصل گلبخمل است که ژاپنی میگن. چرمدوزیش کار مکمل دستیست که خانم‌ها دوخته. دیگه یخنش کار گراف است. یخن قدیمی را پیشتر برات نشان دادم. از او گرافش از یخن‌های پیرن‌های سابقه است دی طراحی شده. دامنک از 5 متر است. پیرنی است که 6 رنگ ما داریم تیار. باز اگه کسی بخواد هر رنگ خواسته باشه براش جور میکنیم. یا سایز بندی کار داشته باشن با سایز کسی میخواد بدوزه مشکل نیست براش جور میکنیم. هر پیرن ما را شما میبینین برای سایزش رنگش تغییر بده. همین پیرن خوشش میگه عین چیز باشه رنگ سرخ باشه فرق نمیکنه براشون جور میکنیم از حساب سایز رنگ تمام چیزایش. و همچنین قسمت شلوار از اینکه شلوارش گیبی است. گیبی در مجموعه خیاطی اینجا موزه‌ای گفته میشه. با چرمش برنگ ایفیتش کار کردن رنگ سفید. و تکه زیام چه قسم تکه است؟ تکه شلوار لیلی میتن است. لیلی میتن تکه در مجموع تنبان است که مردم آشنایی داره برش. بسیار عالی. واقعا که لباس بسیار عالی هست و یک لباس بیادر عزیز ما ببخشید اگر لطف کنن اگر لباس پایین میشه که ما برای وطنای ما امور بگیرم به دست که نزدیکتر بگیرم چون واقعا توجه ما جلب کرد که یک لباس بسیار اموت مقبول خصوصا اشتکا هم زیاد خوش دارن. چی بچه باشن چی دختر باشن میگه محفل عروسی ما زمون لباس بتن بکنیم خصوصا که یک لباس اشتکانه هست و لباس گند افغانی که واقعا بسیار مقبول است دیگه. باش که بیادر از ما لباس بیارن ببینیم که چند رنگ دارن و همچنان کسایی که دختر خانمایی که سن سالشان خورد هستن میتونن هم اینجا بیان و از لباس های گند افغانی خرید کنن. داشته باشه که بر رقم خودش برای طفلش داشته باشه لباس ما برشان جور میکنیم. واسکت های مردانه هم میشه که باید لباس تاریشه. این لباسک های طفلانه است که شاید تخمینا در 8 ساله به بازی سایز داره. طفلانه خودتان میفهمین که به سایز جور نمیشه. از 2 ساله شروع تا 14 ساله و 15 ساله جمع تا 10 سالش جمع طفلانه میره. بعد از 12 و 13 و 14 و 15 که هست نوجوان میشه که داریم با سایزش داریم. این لباس با چند ساله میه؟ این برای
نظر به سایز یک طفل 6 ساله داریم که 8 سالم لباسش دو. این در اصلنش که یک کمک به جان برابر باشه برای 6 ساله میه، اگر کم خردتر باشه 8 ساله رو میشه. بسیار معقول. و قیمت از این لباس چند است؟ قیمت از 2500 است. همچنان چند لباسی که فکر کنم دیزاینشان یک رقم است، به 3 رنگ اینجا گذاشته شده. نه دیزاینایشان فرق داره. این چرمه گراف کار شده. در گند افغانی زیاد فرق نمیه. خب در مجموع اگه 100 سال شه یا هر چی که از گند افغانی میشه در مجموع دامنگرد بوده و کمرچین بوده. فقط چیش فرق میه، این چرمش دستیار کار است، از این دلاجوردی کار است، گراف از این قالینچه‌ای است، گراف از این دیگه دیزاین گراف داره. این تمام اینمی چیزا که از کم کم فرق یک لباس میشه بس. و همچنان در مورد از قیمت این لباس ها بگوین. اینی لباس در بازار است، این خو 11 و 12 بای میکنن تا 8000 9000 کم نمیفروشن. ما میتیم برشان 7000 نه 6000. هر سه لباسی که همین دست به می قیمت است. بله. بیادر از این ما گفتن همین لباس های مقبول که شما دوستای عزیز در تصویر بیننده هستین. بیادر عزیز ما لطف کردن تخفیف دادن، گفتن که به قیمت 6000 افغانی میتونین که بیاین و همچنان خرید بکنین که واقعا بسیار لباس های مقبول است. و از این لباس چند رنگ اینجا است؟ اینی خود این لباس که این چرمه باشه این 6 رنگ داره. این رنگ سرخ هنوری است، از این سبز روشن است، از این رنگ لاجوردیش است، جگریش است، رنگ پسته‌ایش است، رنگ سرمه‌ایش 6 رنگ. مثل از این مو رقم 6 رنگ داره. این ما سرخ شبن کردیم، از اون لاجوردی شبن کردیم. مگر از اینکه سرخ خواسته باشه لاجوردیش خواسته باشه مشکل نیست. اونشون پسته‌ای است، از اون میتونیم که براشون سرخ شبتیم. بسیار عالی بسیار عالی. و همچنان اینجا نام خدا مرد طرف که میرم یک لباس از لباس دیگه که مقبول و مقبول تر هست و همچنان میشه که در مورد دیزاین امی لباس بر ما بگین که شلوار از این لباس متفاوت تر است. بله. لباس های دیگه می باشن. این لباس پیرن کوتاست. این قرمه‌ای میگن که خرد از این فیتا و چیزا قیچی میشه، پس یک جا میشه بازی متوجه باشن سرش. پس از این پینکی میگن، از این پینکی گرفتن سرای درزشه. دو طرفش قرصندی کار شده، پیرن کوتاست، خنک بلوچی داره، تنبان گیبی داره، تکه لیلی متن است. 7 متر تنبانش است. 7 متر تکه به قسمت تنبانش فقط کار شده. و یک چیز دیگه که در این لباس بسیار رنگای متفاوت کار شده که این قسمتش ایره پستچین میگن. ایره پستچین میگن. این منطقه جاینش پستچین جور کردیم. هر رنگی که باز تنبان خواسته باشن، این تنبان به رنگ هزیج پستچینش است. باز فرق نمیکنه به رنگش میخواین، به رنگش به رنگ خود لباس یا تنبان ساده میخواین و ذوق و علاقه خود یک مشتری است که چی رقمش میخواین. زیادتر دختر خانمایی که در اینجا تشریف میارن علاقمند لباسایی که اینجا هم لباسای کوتاه هست و هم لباسای دراز است. زیادتر کدام لباسا را اونا از شما میخرن؟ زیادتر دختر خانمایی که با محفل حساب گروهی میگیرن باز کوتاه میگیرن، که برای 6 دانه و 5 دانه و زیادتر میگیرن بر کوتاه میگیرن. این سایزای دراز و پیرن قدیمی یک براتون نشان دادم، میره برای آراز خانما میگیرن. میره برای آراز خانما میگیرن. بسیار عالی. بیادر عزیز ما همچنان یک لباس مقبول دیگه که اینجا هست که آستینای از این لباس واقعا توجه مرا جلب کرد که بسیار مقبول است و همچنان این قسمتش که بیشتر بیادر از ما گفت که در حال کار است که اینا دیگه این تکمیل شده و بسیار مقبول است. میشه در مورد از این لباس بر ما بگین؟ این لباس ما چرمه دزدوزی داره که باز گراف مامرایش کار شده، گلکای گراف داره دیگه. هم طراحی شده مثل از دیگه‌اش قرصندی است و گراف است و بخمل است، رنگای متفاوت داره، چند رنگی که کار داشته باشن. اگر با سیت کار داشته باشن به رقمش واسکت می باشه، به این رقمش به چرمش واسکت بگیرن یا به این چرمش بگیرن یا به قرصش، یا مثل از این واسکت های بلوچیسته، مثل یخن از این بلوچیسته. و یک چیز دیگه که در این قسمت های ازی واقعا در قسمت یخنش بسیار بیادرای عزیز ما کنجا بودن زحمت کشیدن که هم از سکه میگن ایره سکه کار شده و همچنان یک قسم توگمای خورترک و همچنان موره کار شده که به مقبولی قسمت یخن از این لباس افزوده که میشه در مورد قیمت از این لباس بر ما بگین؟ این لباس ما باز یخن خود ما طراحی کردیم، رنگ لاجوردی است. یخن هم کار لاجوردی، موره کار لاجوردی کردیم، دست دوزیست یخن از این کار دست شده. این پیرنک 7.5 هزار است. 7.5 هزار.
من همی بخیم تخفیف و دلم اگه شده که من لباس همی پرسم که دلم تنهایی ما دختر خانم جمع شوند چون دکانداری خودتان که چند سال میشه که میجا کار میکنین؟ سال 1390 دمی کد سنگیستم این کار لباس گنده میکردم در احمدی مارکت. حالا فعلا اینجاستیم. شاید همی در جریانی که کار کرده باشین متوجه باشین که دختر خانم خصوصا خودم این شخصا از خودم گرفته که میریم لباس چی میگه چانه میزنیم که میره قیمتش کمتر بگین کمتر بگین. این بیادر از ما لطف میکنن لیلام کردن قیمت ارزانتر میگن. شما چانه بزنیم ما براتون نرخ کمتر میگیم. نه سر خود بدرد بیره نه از مشتری را همین قیمت ارزانتر میگن. خودشون که ما 7,500 برشان میگم خودشون میگن که درست 11,000 12,000 پیرن ما برشان 7,500 میگم 500 دیگه شم خیر فرق نمیکنه 7,000. باز یک تخفیف دیگه برشان میتیم یک چادر و یک کلاه برشان میتیم. بسیار عالی. یک تخفیف دیگه. بسیار عالی. دوستای عزیز قیمت لباس از 7,000 که برادر عزیز ما مسعود جان عزیز گفت که کسی که از اینجا به خریداری بکنه بر علاوه از که ما بسیار ارزان میگم بر علاوه از یک کلاه و یک چادر برشان تحفه میدم. در مجموع در بازار 2 متر است ما چادر 3 متر میدوزیم. بسیار عالی. از چرمی خودش است. از این چرمیش چادر سرش چادر دوخته میشه 3 متر چادر است. باز یک دانه از این کلاه که این اگه کس بخره 1,000 افغانی 800 افغانی قیمتش است. باز ما یک دانه تخفیف میتیم که عزیز. بسیار عالی. این دختر خانمای عزیز کسایی که بیننده برنامه ما هستن میتونن اینجا بیاین و همچنان خرید داشته باشن و همچنان بیشتر شما یک گپ از این مسعود جان یادآور شدین که واسکت هم اینجا به فروش میرسونین. خب دوستای عزیز ما در قسمت آمدیم که هم واسکت های مردانه خصوصا آقا دامادهای عزیز میتونن که بالای پیراهن سفید که میپوشن میتونن از اینجا خریداری بکنن و همچنان این چپلیش هم اینجا است، واسکتش هم دو بالاست که بر رنگ مختلف و دیزاین های مختلف اینجا میباشن. بدر عزیز ما اگر لطف کنن یک چند دانش بر ما به معرفی بگیرن که امی لباسا خوب اینجا پایین است، مشکل نیست، با زحمت نشین. شما چی خوب است که میره برای هموطنای ما به معرفی بگیرین که اینجا به دیزاین ها و رنگ های مختلف میباشن. این واسکت گلاباتون دوزی است، با دیزاین پیرنا دوخته شده، گل سفید دوخته است در بخمل. سایز اندازه هر اندازه داره، سایز 26 داره، 28 داره، سایز 30 داره. باز غیر از او که در سایز که از جور نامد براشون میشه بدوزیم دیگه. از این هر کدام از این دو رقم دو سه رنگ داره می چرمه که ایش در کار کایی است یا طلایی، اوش در کار سفید بود. میتونن که پیرن با دیزاین پیرن چرمه پیرن بگیرن. باز رنگای زیاد داره، رنگ سرخ داره با مثل پیرن ها، رنگ سبز داره، رنگ پسته‌ای داره، رنگ که بنجانی داره، با رنگ پیرن هاست کلش. بازی واسکت های ما واسکت بلوچیست که با یخنا با دیزاین یخنای پیرن ها جور شده دیگه رنگ داره برشون سیت میشه. همچنین در مورد قیمتش بر ما بگین. این واسکت ها قیمتش هست که در خودش دوغ شده، در خود بخمل 2000 است، برای هموطنان عزیز ما 1500 افغانی. 1500 بله. خب از این گفتین هر سایز داره و همچنان قیمتش هم 1500 افغانی. بله. بسیار عالی. و همچنان قسمی که پیشتر هم گفتم بر علاوه از این که اینجا واسکت هم است، بر علاوه از اون میتونن که از این چبلی های مقبول که بسیار زیبا است که با لباس که می واسکت هم میپوشن همراه پیراهن سفید معمولا اینا رو میپوشن، میتونن از این چبلی های بسیار مقبول که ساخت وطن است، بسیار یک چیز وطنی بسیار مقبول است، مورد دوزی شده، میتونن که از اینجا خرید داشته باشن. و همچنین در مورد قیمت های از اینا برای ما بگین. چبلی قیمتش 1000 است و 800 است، 500 افغانی. 500 افغانی. بله، مورد دوزی کار دستی هم. من شما متوجه شین؟ بله. کلش دوخته دست است. که بسیار به زحمت آماده شده. اگر یک کسی که خودش بیتی بگیم 1000 برات میتم میره بدوز دادم هم دوخته شاید نتونه. و همچنین در مورد دیزاین های عظیم، چون معمولا همون که لباس دیزاین های مختلف داره، چبلی که اینجا هست هم دیزاین های مختلف داره یا خیر؟ پایزارش داریم. کسی پایزار دوست داره، کسی باز چبلی رنگ دیگه ش دوست داره اینجا هست که میتونن کامرامین از اون لطف کنن به تصویرم نشون بدن. این دوستای عزیز اینجا دیزاین های مختلف شون است که هر کسی که حسین آقایان عزیز به هر دیزاینی که دوست دارن به می لباس
همراهشان ست بکنن که بسیار نمود و زیبایی خاص خود را داره. و همچنان بیادر از ما قسم گفتن همون که در بخش لباس تخفیف دارن، در بخش چبلی هم بله. تخفیف میته 500 افغانی که واقعا تخفیف خیلی خوب است و شما میتونید از اینجا خرید بکنید. و یک چیزی که زیادتر توجه مرا جلب کرد این است که همین صدای بسیار مقبول که با لباسای گند افغانی خصوصا دختر خانم‌های عزیز اینا را میپوشن. در مورد از این میشه برای ما بگین قیمتش، انواعش، دیزاینش؟ این لاکت همراه چوری خود است، همراه انگشتری که انگشترش رو خود لاکت یک دیزاین است. امی سیت مکمل از این 1000 افغانی است، 800 افغانی، 800 نه 700 افغانی. امی سیت مکمل بله. دیگه هم تخفیف دادن یعنی؟ تخفیف دادم بله. این اگه جدا بفروشیم 500 نیست، 200 700 میشه، 700 1400 700 افغانی. واقعا بسیار یک ست مقبول. از این دیزاین‌های مختلف دارید؟ دیزاین‌های مختلف است. باز کس برنگ چرمه سفید شد دوست داره، پیرنش چرمه سفید میباشه مثل واسکت برتونشان دادم. یه تو باز اگه طلایی میباشه باز میتونن طلاییش بگیرن. از این دوستای عزیز قسمی که شما در تصویر بیننده هستین دیزاین‌های مختلف است که میتونین همراه با مو رنگ پیراهنتون، چرمه پیراهنتون ست بکنین. دوست ندارن این دیزاین میتونن بگیرن. این بری طلاییش است. قیمت از اینو نظر به دیزاینشون فرق میکنه یا تمام قیمتایشون یکسان است؟ نه کم فرق داره. قیمت ای چند است؟ از این گفتین 700 است. او 700 افغانی بله. این یکم از خاطر ای چوری کلانتر است. این چوری نسبت بر از این چوری کلانتر است. این باز 900 افغانی است. 200 روپیه ای چوریش بلندتر است. و همچنان همین صدای مقبول کسی اینا را از کجا اینجا میارین و به فروش میرسانین؟ این صدا ایندی است. این سیتا ایندی است. سیت ایندی است، سیتای وطنی هم است خو و قدیمی بازوها نرخای بالا داره، ولی یکم بازارا پایینتر و اقتصادا ضعیفتر است، نمیشه که زو بریم. سیتای وطنی قدیمی خود ما است قیمت‌تر است. و در 2,500 3,000 افغانی است. یک دختر خانه یا یک خانه یا یک خواهر ما نمیتونه 3,000 تا یک دانه سیت بر خود بگیره. یا هم مقبول است، هم ارزان تر است. به این خاطر وطنی شال نمیریم. در احمدی مارکت که بودیم اونجا باز وطنی شو وقت کم پیسه بود و اقتصادا خوب بود وطنیش می آوردیم. دیگه در اخیر اگه کدام گفتنی داشته باشی مسعود جان خان کمری ما در خدمت. گفتنی ما فقط اینمی است که زیاد مالیه نگیری از ما. 22 روز ما اسلام نکردیم، هر روز پشت مالیه می فقط از امارات اسلامی میخوایم مالیه بگیرین. یک مملکت در مالیه جور میشه، یک مملکت در جوازش در پول انشورنس مردم جور میشه، اما کم بر ما وقت بتیم مرلا که ما نکنین، خواهش میکنیم از پیشتون. بسیار تشکر مسعود جان خان. بسیار بیادرای عزیز از شما تشکر وقتتان رو برای ما دادین و همچنان تشکر ویژه دارم از تمام شما وطنهای عزیزم که تا ایدن بیننده برنامه بودین. میتونین که در رابعی سنتر منزل سوم بله تشریف داشته باشید و همچنان لباسای بسیار مقبول، گندای افغانی، برنگای مختلف، دیزاینای مختلف و هر نوع سفارشاتی که دارین میتونین اینجا بیاین و برای مسعود جان عزیز داشته باشین. مسعود جان عزیز دکانشون در خدمتتان با لباسای بسیار مقبول و همچنان که تخفیف ویژه برای تمام شما دختر خانم‌های عزیز دارن. لباس‌های مختلف، چه گند افغانی باشه چه لباس محفلی باشه، هر نوع لباس میخواین ما دیدن کنیم در قسمت کامنت بر ما ذکر بکنین. و این بود برنامه امروز. تا دیدار بعد برنامه‌های بعد، خدا نگهدار.